برای شرطه جنوب شخصیت‌های تاریخی و برجسته و نوآور نام می‌خوانند که اونها در مدینه و وضعیت‌های برای کشورشان مرکب و حساس عرصه سیاست نماید ثبات آزادی دور پشت بی‌بدی مملکت خود معین می‌نمایند و در مقابل ابرو و مقام دولتشان نقش ابدی می‌گیرد. برای ملت متمدن تاجیک در تاریخ نوی ما اهمیت بی‌نظیر دارد. زیرا این صحنه سرنوشت‌ساز و شهروندان امکان می‌دهد که اظهار مینت‌داری، احترام و اعتراف نقش مهم سرور سیاسی مملکتمان را بیان نمایند. حضورین ارجمند رئیس فرهمندی است که امروز با شرافت صحنه تاریخی روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رمز پایداری کشور و دولت‌آفرینی جامعه در سرتاسر مملکت را به نوعی گوناگونی معرفتی و فرهنگی و فرهنگی اکثر شرف و جلوگیری استفاده است. البته با استفاده از این فرصت بسیار مناسب این صحنه پرشرف را با شیک‌جهانی همایش و اهل جامعه مملکت مبارک گفته تمام هرچند از برگزاری جلسه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 31 سال سپری شده باشد هم اما این پدیده در تاریخ تمدن و زمان‌های ملی تاجیکان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام‌الزمان در تقدیر ملتی آهن‌بنیادی ما امروز ما افتخار میکنیم از مکتب دولتداری امام رحمان. امروز افتخار میکنیم از تجربه تأسیس سوگواری امام رحمان و مکتب هستیم. مکتب دولتسازی دارد، مکتب سوگواری دارد. نه همین سرور دولت صاحب مکتب است، صاحب افتخار است، صاحب احترام است. اما خوشبختانه کشور ملت ما